دوره ایویدینگ EDR اسم دوره جدیدیه که انشالله از اول شهریور ماه برگزار میشه. من مدت‌ها منتظر بودم تا این کتاب جذاب از انتشارات نوسترات چاپ بشه و چون سرفصلاش قبلا اومده بود به نظر میومد که کتاب کاملیه و منبع مناسبی میتونه برای بررسی این محصول باشه. بعد از چاپش هم تهیه‌اش کردم و سرفصلش رو مطالعه کردم و واقعا الان این بسیار کتاب مناسبیه برای اینکه شما یه چنین محصولی رو مورد بررسی قرار بدید. این دوره برای افراد مختلفی میتونه مناسب باشه. یک، افرادی که توسعه دهنده محصولات امنیتی هستن که تو این دوره میتونن با اجزا و کامپوننت های این محصول آشنا بشن و نوع ارتباط و نحوه کارکردش رو بفهمن. در ادامه این دوره میتونه برای افرادی که تو حوزه رد فعالیت میکنن مناسب باشه. چرا؟ چون بدون شناخت یک محصول امنیتی دور زدن اون امکان پذیر نیستش، یا با یه سری تریکه که اگر این تریکات تشخیص داده بشه خودش میشه منبعی برای تشخیص رفتار ملیشز یک رد تیمر کار. بنابراین با شناخت یک محصول امنیتی شما میتونید روش‌هایی رو ابداع بکنید که بخش‌های مختلفش رو دور بزنید. تمرکز من تو آموزش این دوره بیشتر به فرآیند توسعه و کارکرد کامپوننت‌های مختلفش. تمام ورق این کتاب ما تدریس میکنیم و علاوه بر اون چیزهای اضافه‌ای که تو این کتاب نیست برای ایویدینگ و یا فرآیندهای توسعه‌ایشو تا جایی که ممکن باشه ارائه میدم. من طاها توکلی هستم. الان بیش از 12 سال سابقه کار تو حوزه امنیت دارم. بیشتر تمرکزم رو توسعه محصولات امنیتی بوده، از محصولات رمزنگاری مثل توکن‌های سخت افزاری و اینا گرفته تا الان که مشغول توسعه XDR هستم. توی چند سال اخیر، 3 سال اخیر، فرآیند آموزشی هم در کنار کارم انجام میدم و دوره‌های مختلفی مثل مالور آنالیز، سکیور کدینگ، اکسپلویتیشن و توسعه محصولات امنیتی و در کنار کاری که دارم انجام میدم ادامه میدم. دوره‌هایی که من ارائه دادم خدمت دوستان میدونن که من توی 2 سال اخیر روند آموزشیمو تغییر دادم و روند آموزشی که الان انتخاب کردم آموزش بر اساس رفرنس های معتبر هست که یک کتاب رو انتخاب میکنیم و صفحه به صفحه رو جلو میریم و مطالب اضافه‌ای که حالا لازم باشه رو من بهش اضافه میکنم. این در برابر دوره‌هایی که حالا ما قبلا به صورت سرفصل دل بخواهی میذاشتیم و خیلی سلیقه‌ای شده بود، به نظرم اومد که مناسب تر هست و ضمن این که بعد از اینکه دانشجو دوره رو میگذرونه میتونه مراجعه بکنه با کتاب، تحقیقات مختلف انجام بده و هی اون دانشی که لازم داشته رو اضافه بکنه. بدون یک رفرنس معتبر فرآیند آموزشی خیلی سلیقه‌ای میشه. واسه همین من این روند رو در پیش گرفتم. دوره ویندوز سیستم پروگرامینگ ویا CNC++ که کتاب بسیار معتبر از خود مایکروسافت هست و من تدریس کردم. صفحه به صفحه جلو رفتیم. بعضی صفحاتش رو من 3 ساعت مثلا یک جلسه کامل حتی تدریس کردم چون مطالب اضافه‌ای لازم بود که گفته بشه و روند آموزشی من به این صورته که از این کتاب شروع میشه، کتاب ویندوز سیستم پروگرامینگ ویا CNC++. دوستان که علاقه‌مند به حوزه کرنل هم باشن کتاب آقای پاول یوسیفوویچ رو داریم که تدریس میکنیم. در ادامه ما یه دوره خاص داریم تحت عنوان اکسپلویت فاندامنتال که این رفرنس خاصی نداره، بر اساس تجربه و سابقه من تو این حوزه است که تو این دوره میایم انواع تایپ های مختلف اکسپلویتیشن مورد بررسی قرار میدیم و کامل سویچ میکنیم تو سطح اسمبلی و با کار اونجا تریس میکنیم ساختار استک، هیپ، اینا رو تو پایین ترین سطح بررسی میکنیم و روند اکسپلویتیشن رو باگ هایی که قابلیت اکسپلویت دارن ادامه میدیم. این دوره میتونه مبنایی باشه برای سایر دوره‌های امنیتی مثل ریورس انجینیرینگ، چون که اینجا شما اون چیزایی که از اسمبلی نیاز دارید و تو این دوره یاد میگیرید. دوره مالور آنالیز به همین صورت، دوره پیشرفته کرنل
و سکیور کدینگ. علاوه بر اون این دوره مبنای دوره حالا تحت عنوان سکیور پروداکت استراکچر من گذاشتم، چون که کلا دید عمیقی به شما میده. شما یه وقت دارید توسعه یه محصول مثلا مثل ایدیا رو میدید، میخواید ببینید که مثلا محصولات دیگه مثل سنتینل وان، کروز استرایک چی کار کردن. وقتی که شما تا حدی ریورس بلد باشید، اسمبلی بدونید، میتونید سایر محصولات هم آنالیز بکنید، ببینید که چه فرقی با شما دارن و میتونه خیلی شما رو جلو بندازه تو توسعه این نوع محصولات. اما این دوره رو ما شروع میکنیم تحت عنوان دوره ایویدینگ ایدیار که تو این سطح قرار داره. این دوره فصل‌های متنوعی داره. فصل اولش در مورد معماری ایدیاره که اصلا ایدیار چه کامپوننتایی داره، اجزاش چیه، نوع ارتباط این اجزا با هم چیه. فصل بعدی در مورد فانکشن هوکینگ DLL که تو این فصل ایدیارها برای اینکه بتونن رفتار ملیشزی رو بر اساس فراخوانی توابع انجام بدن، با استفاده از این فانکشن هوکینگا این روند رو میتونن تحلیل بکنن و حالا نرم افزار مخربی رو به واسطه اون تشخیص بدن. فصل بعدی فصل تحت عنوان Process and Thread Create Notification که فصل ورودی ما به کرنله و در مورد انواع نوتیفیکیشن هایی که برای پروسس و ترد توی کارهایی که حالا پروسس و ترد دارن انجام میدن شکل میگیره و ایدیارا با تریس کردن اینها میتونن رفتار ملیشزی رو تشخیص بدن. فصل بعدی در مورد آبجکت نوتیفیکیشنه، جایی که ایدیارا به واسطه دسترسی به هندل‌های مختلف فرآیندهای مشکوک رو میخوان تشخیص بدن. فصل بعدی ایمیج لود اند رجیستری نوتیفیکیشنه که این فصل یکی از کارهای مهمی که ایدیارا میکنن در موردش صحبت میکنه و اون چیزی نیست جز مثلا دسترسی به بخش‌های مختلف رجیستری که اینو نوتیفیکیشن‌های مختلفی جنریت می‌کنه. میدونید خیلی از مالورها برای مثلا پرسیست برای کارهای مختلفشون لازم دارن که به رجیستری دست بزنن که ایدیارا تو این بخش اینا رو میگیرن و همچنین ایمیج لودینگ که برای انواع روش‌هایی که حالا تحت عنوان DLL اینجکشن هست تشخیص ایدیارها تو این بخش شکل میگیره. فصل بعدی در مورد یه تایپ دیگه ای از درایور هاست تحت عنوان مینی فیلتر درایور ها که اولا تو این فصل ما میگیم مثلا مینی فیلتر درایور ها چی هستن، چی کار میکنن، برای چی به وجود اومدن و اون بخشیه که ایدیار ها با استفاده از این کامپوننتشون فایل های مختلف رو مانیتور میکنن، مثل ایجاد فایل، تغییر فایل و انواع نرم افزارها و مالورها رو میتونن توی این بخش تشخیص بدن. شما احتمالاً دیدید دیگه الان خیلی از روش‌های مختلفی که برای ایوید کردن ایدیار هست با استفاده از مالورهایی هست که فایل لسن. چرا؟ برای اینکه میخوان این کامپوننت رو دور بزنن. فصل بعدی در مورد نتورک فیلتر درایور هست، بخشی که با استفاده از قابلیت‌های WFP ویندوز فیلترینگ پلتفرم ایدیار ها به مانیتور کردن ترافیک شبکه توی اند پوینت میپردازن و طبیعتا یه جاییه که باهاش میتونن CNC ها رو تشخیص بدن. فصل بعدی تحت عنوان ایونت ریسینگ فور ویندو، چیزی که هدیه خود ویندوز برای ما برای محصولات امنیتیه و ایونت های مختلفی که ویندوز به ما ارائه میده و ایدیارها از اینا استفاده میکنن برای فرآیندهای مختلفشون، تشخیصاشون، کورلیشناشون. فصل بعدی تحت عنوان اسکنر هست، جایی که همه محصولات امنیتی بخشی تحت عنوان اسکنر دارن که به بررسی رفتارهای مشکوک توی فرآیندهای مختلف میپردازن. مثلا میخوان این مالور رو روی دیسک تشخیص بدن و یا روی حافظه تشخیص بدن. اسکنرهایی که مدام اینا رو تریس میکنن و بر اساس مثلا یه سری سیگنیچر اینا رو میتونن روی فایل یا توی مموری دیتکت بکنن. فصل بعدی تحت عنوان آنتی مالور اسکن اینترفیس، یه فناوری اسکنی که مایکروسافت اینو ایجاد کرده و حالا یه سری مشکلات اسکن‌های قدیمی دیگه نداره
فصل بعدی در مورد ارلی لانچ آنتی مالور درایور ها هست که تحت عنوان ایلام شناخته میشن و اینا تو فرآیند بود لود شدن DLL مختلف رو میتونن بررسی بکنن و یا جلوی یه سری لود شدن ها رو زودتر از خودشون بگیرن، چیزی که الان آنتی ویروس ها و ایدیار ها همشون باید داشته باشن. و فصل آخر تحت عنوان میکروسافت ویندو ترد اینتلیجنس که در موردش صحبت میکنیم، در مورد انواع فیت هایی که حالا این اینتلیجنس های مختلف میتونن بدن و این اینتگریت بشه توی ایدیار و انواع دیتکشن تو بخش های مختلف رو به ما بده. ساختار ایدیار آرکیتکچرش یه چنین شکلیه تقریبا که حالا میتونه برای محصولات مختلفی کمی فرق داشته باشه، مثلا ساختار کرودستراک با سنتینل وان با کورتکس میتونه تفاوتی داشته باشه، اما چیزی که انتظار میره از یک ایدیار اینه که این مکانیزم‌ها و این کامپوننت‌های مختلف رو داشته باشه. فایل سیستم مینی فیلتر درایور داشته باشه، ETWR رو ایونتاشو بررسی بکنه و تو سامان بیاره، استاتیک اسکنر داشته باشه، انواع کرنل مود درایور ها رو داشته باشه، نتورک فیلتر و ایلام سرویس داشته باشه که اینا تلمترهای مختلفی رو ایجاد میکنن توی سامانه میاد و انواع تشخیص ها به واسطه این سرویس ایجنت چه تو اند پوینت و چه تو نگاه بالاترش روی اند پوینت های مختلف شکل میگیره که ما مفصل میخوایم در مورد اینا صحبت بکنیم. بچه‌ها این دوره به صورت آفلاین برگزار میشه، گروهی شکل میگیره توی تلگرام که من فیلم ها رو هر 2 هفته یه بار اونجا آپلود میکنم و دوستان سوالاتی که دارن رو میتونن هم توی اون گروه بپرسن و هم 4 جلسه یک بار من یک جلسه آنلاین برگزار میکنم که پاسخگوی سوالات دوستان باشم. منتظر حضورتون هستم.